به نام خدا، با سلام به همه شما عزیزان. امروز میخوایم با هم یه مقاله خیلی جالب و کاربردی رو تحلیل کنیم. یه مطالعه اپیدمیولوژیک و یه گزارش کامل درباره بیماری آبله مرغان در شهر نینگبو چین در یک بازه زمانی 14 ساله از سال 2010 تا 2023. امروز میخوایم ببینیم چطور میشه از داده‌های بین‌المللی یه شهر دیگه برای آینده سیاست‌گذاری سلامت کشور خودمون درس بگیریم. این داده‌ها مثل یه آینه عمل میکنن. شهر نینگبو از خیلی جهات شبیه شهرهای بزرگ ماست، از نظر توسعه شهری، سطح درآمدی و حتی ساختار نظام سلامت. برای همین وقتی ما به این آینه نگاه میکنیم میتونیم تصویری از آینده احتمالی خودمون رو ببینیم. به خصوص که ما در ایران هنوز برنامه واکسیناسیون همگانی آبله مرغان رو نداریم. این مقاله به ما کمک میکنه تا بفهمیم اگه همین مسیر فعلی رو ادامه بدیم چه اتفاقی ممکنه بیفته. تصویری که همه ما از آبله مرغان داریم تصویر یه بچه دبستانی با جونه‌های قرمز و خارش‌دار روی پوسته. اما این مطالعه تحلیلی نشون میده ما دیگه با اون بیماری کلاسیک دوران کودکی مواجه نیستیم و میدون نبرد اپیدمیولوژیک با این ویروس کاملا جابجا شده و این تغییر پارادایم کامل اتفاق افتاده. داده‌های نینگبو در مورد بیش از 70,000 مورد ابتلاست. اولین نکته غافلگیر کننده اینه که بیمار تیپیک آبله مرغان امروز دیگه یک کودک دبستانی نیست، بلکه یه نوجوان 17-18 ساله است. ما میخوایم بفهمیم چطور یه ویروس هوشمندانه به اقدامات ما واکنش نشون میده و با عواقب غیرمنتظره به ما یادآوری میکنه که در اپیدمیولوژی هر اقدامی که انجام میدیم حتی موفق ترین هاشون میتونه یه موج غیرمنتظره در جای دیگه از سیستم ایجاد کنه. داده های مطالعه یه جابجایی سنی یا ایج شیفت بسیار واضح رو نشون میده. بخش اول مطالعه یعنی بین سالهای 2010 تا 2013 همون تصویر کلاسیک رو تایید میکنه. کانون اصلی بیماری بچه‌های 5 تا 9 ساله بودن و حدود 40% کل موارد رو تشکیل میدادن. از سال 2014 تا 2019 یعنی توی فاز دوم مطالعه دیگه بچه‌های دبستانی کانون اصلی بیماری نیستن و ما شاهد یه جابجایی سنی هستیم. ویروس رفته سراغ نوجوان‌های 10 تا 14 ساله و اونا به صدر جدول ابتلا اومدن. این اولین شوک داستانه. یعنی فقط در عرض چند سال گروه سنی اصلی درگیر بیماری از خردسالان به نوجوان‌ها شیفت کرده و این تازه شروع ماجراست و این روند متوقف نمیشه. تو دوره سوم مطالعه از سال 2020 تا 2023 این بار گروه سنی 15 تا 19 ساله یعنی نوجوان‌های دبیرستانی تبدیل به آسیب پذیرترین گروه میشن. یعنی بیمار شاخص آبله مرغان دیگه یه بچه دبستانی نیستش و یه نوجوان دبیرستانی یا پشت کنکوریه. این یعنی ویروس داره جمعیت دیگه ای رو هدف میگیره. میزان بروز بیماری و نرخ ابتلا در گروه سنی 15 تا 19 سال 313% افزایش پیدا کرده و توی گروه 20 تا 24 سال 278% و در افراد بالای 30 سال این عدد نزدیک 6 برابر شده یعنی 575%. این آمار برای ما پزشکا و به خصوص همکاران در بخش‌های عفونی و PICU یه معنی روشن داره. بیمارانی که با آبله مرغان مراجعه میکنن سنشون بالاتر رفته و همونطور که میدونیم آبله مرغان در سنین بالاتر به مراتب جدی‌تر و خطرناکتر و
و با عوارض و بستری‌های بیشتری همراهه، چیزی که دقیقاً در عمل هم دیده میشه. موارد نومونی واریسلا یا حتی انسفالیت تو بزرگسالان که گاهی حتی میتونه کشنده باشه. این مطالعه با داده‌های واقعی و مستند ابعاد این جابجایی سنی رو به ما نشون میده و این فقط یه آمار خشک و رسمی برای مقاله‌های علمی نیست، بلکه این تغییر الگو باید زنگ خطر رو برای مسئولای بهداشت عمومی به صدا در بیاره. خب این اتفاق که خود به خود نیفتاده. سوال اصلی اینه که چه اتفاقی افتاد که این دومینو رو به حرکت درآورد؟ اینجا به قلب داستان میرسیم و جالبه که این تغییر شگفت‌انگیز نتیجه یه مداخله بهداشتی بزرگه و آموزنده ترین بخش ماجرا برای سیاستگذاری در ایرانه. در سال 2014 مسئولان بهداشت چین در شهر نینگبو یه استراتژی جدید واکسیناسیون دو-دوزی رو معرفی کردن. پس مقصر اصلی واکسن آبله مرغانه؟ این یکم غیر منطقی به نظر میاد. معمولا واکسن ها بیماری رو کنترل میکنن، نه اینکه گروه سنی مبتلایان رو تغییر بدن. نکته کلیدی توی جزئیات اجرای این برنامه است. این واکسن اجباری نبود. بخشی از برنامه ملی ایمنسازی هم محسوب نمیشد، بلکه داوطلبانه و با هزینه شخصی بود. این جزئیات کوچیک همه چیز رو تغییر داد. طبیعتاً والدینی که بچه‌های کوچیک‌تر داشتن بیشتر احتمال داشت که پول بدن و بچه‌شون رو واکسینه کنن. و جالبه که این استراتژی در هدف اولیش بسیار موفق بود و بروز بیماری رو در گروه سنی 1 تا 4 ساله، یعنی گروهی که بیشترین پوشش واکسیناسیون رو داشتن، 60% کم کرد. مطالعه میگه برنامه واکسن موفق بود، اما همزمان باعث افزایش 123% بیماری در نوجوانان شد، یعنی بیش از 2 برابر. این یه پارادوکس کلاسیک در بهداشت عمومیه. موفقیت این برنامه ناقص بود. بچه‌های کوچیک محافظت شدن، اما با این کار ناخواسته یه شکاف ایمنی در گروه‌های سنی بالاتر ایجاد شد. گردش ویروس تو جامعه ضعیف شده بود، ولی ویروس از بین نرفت. در نتیجه بچه‌ها در سنین پایین‌تر به بیماری مبتلا نشدن و ایمنی طبیعی پیدا نکردن. ویروس هم رفت سراغ میزبان‌های جدید و آسیب پذیر. نوجوانان و جوانانی که نه واکسن زده بودند و نه در کودکی مبتلا شده بودند یا فقط یه دوز واکسن گرفته بودند و اینا تبدیل شدن به جمعیت آسیب پذیر جدید. در واقع مشکل حذف نشد، بلکه فقط به گروه سنی بزرگتر منتقل شد. این یافته ها به ما نشون میده چطور یه سیاست بهداشتی با موفقیت از کودکان محافظت کرد، اما همزمان و ناخواسته ویروس رو به سمت جمعیت‌های سنی بالاتر و همطور آسیب پذیرتر هدایت کرد. این از استراتژی کلی. حالا ببینیم برای کسایی که واکسن رو زدن چقدر مؤثر بوده. تفاوت بین گرفتن یه دوز واکسن با 2 دوز چقدره؟ داده‌ها این موضوع رو به صراحت نشون میدن. اگه به آمار ابتلا در افراد واکسینه شده نگاه کنیم، چیزی که بهش میگن بریکترو واریسلا، در کسانی که فقط یه دوز دریافت کرده بودن احتمال ابتلا 83.4 مورد در هر 100,000 نفر بود. اما در کسانی که 2 دوز واکسن دریافت کرده بودن فقط 24.8 مورد در هر 100,000 نفر بود. یعنی میزان ابتلا با دوز دوم بیش از 70% و به عبارتی بیش از 3 برابر کاهش پیدا کرد. پس دوز دوم فقط یه یادآور ساده نیست، بلکه یه سپر دفاعی قوی به سیستم ایمنی ما اضافه میکنه. و این تفاوت عمیق بین استراتژی تک دوزی و 2 دوزی واکسن
برای هر برنامه آینده تو ایران حیاتیه. بحث فقط کاهش خطر ابتلا نیست. مهمتر از اون مدت زمان پروتکشن ایمنیه. یه دوز واکسن مثل یه آموزش مقدماتی برای سیستم ایمنیه و به طور متوسط 23 ماه ایمنی قوی ایجاد میکنه. اما دوز دوم سیستم ایمنی رو به یه نیروی ویژه با حافظه بلند مدت تبدیل میکنه و مدت ایمنی رو به 46 ماه یعنی بیش از 2 برابر افزایش میده. پس دوز دوم برای داشتن ایمنی پایدار و قوی حیاتیه. و اینجا هم پیام روشنی برای کشور ما داره. اگه روزی تصمیم به واکسیناسیون گرفتیم، استراتژی واکسن تک دوزی یه اشتباه استراتژیکه و طبق داده‌های مبتنی بر شواهد میتونه ما رو دقیقاً در همین مسیر شهر نینگبو قرار بده. خب تا اینجا فهمیدیم که چطور استراتژی واکسیناسیون چهره بیماری رو تغییر داد. درست وقتی فکر میکنیم الگو رو فهمیدیم سال 2020 از راه میرسه و یه متغیر غیر منتظره دیگه وارد بازی میشه، یعنی کووید 19. پاندمی کرونا همه چیز رو به هم میریزه و یک کاهش ناگهانی و بسیار شدید در موارد آبله مرغان دیده میشه. حدس همه این بود که این کاهش به خاطر محدودیت‌های دوران کووید و مداخلات غیر ضروری یا NPI مثل فاصله گذاری اجتماعی، ماسک زدن و تعطیلی مدارس بوده. اما خب چطور میشه اینو عملی ثابت کرد؟ اینجاست که مطالعه وارد جذابترین و نوآورانه ترین بخش خودش میشه و هوش مصنوعی وارد صحنه میشه تا تحلیل رو به سطح دیگه‌ای ببره. محققا با یه چالش بزرگ روبرو بودن. چطور میشه فهمید این اقدامات قرنطینه چقدر روی کاهش آبله مرغان مؤثر بوده؟ مشکل این بود که نمیتونستن یه گروه کنترل داشته باشن. یعنی از نظر اخلاقی نمیشد یه شهر رو قرنطینه کرد و شهر کناری رو به حال خودش رها کرد تا نتایج رو مقایسه کنن. چون اگه فقط میگفتن موارد کم شده، یکی میتونست بگه شاید دلایل دیگه‌ای داشته باشه. برای اینکه بفهمیم یه مداخله چقدر مؤثر بوده، باید بدونیم اگه اون مداخله انجام نمیشد چه اتفاقی میافتاد. باید یه خط پایه یا معیار مقایسه داشته باشیم و برای ساختن این خط پایه غیر ممکن اونا دست به دامن هوش مصنوعی شدن و از یه مدل خاص به نام Recurrent Neural Network یا شبکه عصبی ریکارنت یا همون RNN استفاده کردن. دلیل انتخاب این مدل اینه که RNN ها تخصص فوق‌العاده‌ای در فهمیدن الگوهای زمانی دارن، چیزهایی که یه ریتم و آهنگ مشخصی دارن، مثل ریتم فصلی بیماری‌های عفونی. پس در واقع به جای یک گروه کنترل واقعی، یک واقعیت جایگزین مجازی ساختن. اونا هوش مصنوعی رو بر اساس داده‌های 10 سال قبل از پاندمی آموزش دادن تا ریتم و الگوی فصلی و سرعت انتشار و مکان‌های مورد علاقه ویروس آبله مرغان رو بشناسه و بهش یاد دادن که این بیماری کلاً چطور رفتار میکنه. بعد ازش یه سوال ساده پرسیدن. با توجه به الگوهایی که یاد گرفتی، اگه پاندمی کووید هرگز اتفاق نمیافتاد، پیش بینی میکنی در سالهای 2020 تا 2023 چه تعداد مورد آبله مرغان باید میداشتیم؟ پس این مدل هوش مصنوعی در واقع یه دنیای موازی ساخته که توش کوویدی وجود نداره و نتیجه رو با دنیای واقعی مقایسه کرده و نتیجه این پیشبینی شگفت انگیز بود. یه تصویرسازی داده فوق‌العاده زیبا. نمودار به وضوح
یک شکاف عمیق و ناگهانی بین موارد پیش بینی شده توسط هوش مصنوعی یعنی دنیای بدون کووید و موارد واقعی رو نشون میده که به شدت سقوط کردن و نقطه شروع این سقوط دقیقاً در اوایل سال 2020 با شروع قرنطینه‌های سفت و سخت در چین و تعطیلی مدارس همزمان بود. این یافته 2 پیام کلیدی برای ما داره. اول اینکه انتقال آبله مرغان خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم به الگوهای تماس اجتماعی در مدارس و جامعه وابسته است و چقدر در برابر این مداخلات آسیب پذیره. و دوم اینکه این مداخلات بهداشتی گسترده که برای کووید طراحی شده بودن مثل یه سپر قدرتمند میتونن در مهار ویروس‌های تنفسی دیگه هم مؤثر باشن. این تحلیل یه نکته جالب دیگر رو هم فاش کرد. ریتم فصلی بیماری هم کاملا به هم ریخت. قبل از سال 2020 آبله مرغان در نینگبو همیشه 2 پیک شیوع داشت. یک پیک به خاطر باز بودن مدارس در بهار و یکی دیگه هم در پاییز و زمستان. اما بعد از سال 2020 محدودیت‌های دوران کووید عملاً چرخه انتقال بهاری رو شکستن و در طی سالهای 2020 تا 2023 کاملاً پیک بهاری حذف شد. پاندمی کرونا عملاً ریتم بیولوژیکی این بیماری رو که 10 سال ثابت بود مختل کرد. خب این برای ما در ایران چه پیامی داره؟ این به ما یادآوری میکنه اون طغیان‌های فصلی که ما هر سال تو مدارس باهاش درگیریم، اون شلوغی بخش‌های اطفال عفونی در زمستان و بهار یه سرنوشت محتوم نیست بلکه کاملا قابل پیشگیری و کنترله. این مطالعه 3 واقعیت جدید رو برای ما مشخص کرد. اول، بیماری اصلی حالا یه نوجوان یا بزرگسال جوانه و آبله مرغان دیگه صرفاً بیماری بچه‌های مهد کودک و دبستانی نیست. دوم، واکسیناسیون ناقص یه ریسک بزرگه و برای ایجاد یه ایمنی قوی و پایدار تکمیل دوره واکسیناسیون کاملاً ضروریه و باید سیاستگزاران بهداشت برنامه‌هاشون رو با شواهد علمی تطبیق بدن. و سوم، تأثیر شگفت‌انگیز اقدامات بهداشت عمومیه. تحلیل هوش مصنوعی به صورت کمی و قابل اندازه‌گیری نشون داد که اقداماتی مثل فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی مدارس که برای یه بیماری طراحی شدن میتونن مثل سپر محافظ برای بیماری دیگه هم عمل کنن و این یه اصل جهان شمول در کنترل بیماری‌های واگیر داره. بر اساس این واقعیت‌ها منطقیه که استراتژی آینده باید تکامل پیدا کنه و تمرکز فقط روی بچه‌های مهد کودک و دبستان نباشه و جمعیت‌های با سن بالای 15 سال و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها رو هم باید به دقت زیر نظر بگیریم. واکسیناسیون تهاجمی در محیط‌های پرخطر یعنی همین دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و سربازخونه‌ها که محل تجمع نوجوانان و جوانانه باید هدف اصلی کمپین‌های واکسیناسیون باشه. و نهایتاً ترویج دوره 2 دوزه و این پیام رو باید به همه رسون که دوز دوم اختیاری نیست بلکه حیاتیه، چون تمرکز صرف بر کودکان خردسال به طور ناخواسته شرایط رو برای بروز موارد شدیدتر در سنین بالاتر فراهم میکنه. نکته اصلی این مطالعه اینه که واکسیناسیون ناقص و غیر همگانی اپیدمی رو حذف نمیکنه و فقط اونو به سنین پرخطرتر منتقل میکنه و در واقع به جای حل مسئله پاک کردن صورت مسئله است. این مقاله یه تلنگر جدی به ما میزنه. دیگه سوالی نیست که آیا باید واکسن بزنیم. سوال اینه که اگه هیچ کاری نکنیم چه اتفاقی میفته و چه خواهد شد اگر؟ مقاله از
از هوش مصنوعی برای تحلیل گذشته استفاده کرد. ما میتونیم از این مدل ها برای پیش بینی آینده استفاده کنیم. مثلا بتونیم قبل از اجرای سیاست تاثیر احتمالی اونو شبیه سازی کنیم. مثلا از هوش مصنوعی این سوال رو بپرسیم: اگه ماه آینده استفاده از ماسک در مدارس اختیاری بشه، تاثیر احتمالی اون بر انتقال آنفولانزا، سرماخوردگی و آبله-مرغان در طی ماه‌های آینده چه خواهد بود؟ یا اگه پوشش واکسن 2 دوز آبله-مرغان رو تو دانشگاه‌ها به 90% برسونیم، بار بیماری در 2 سال آینده چقدر کاهش پیدا میکنه؟ این دیگه واکنش به بحران نیست، بلکه مدیریت بحران قبل از وقوع اونه و این میتونه آینده کنترل بیماری‌های واگیردار باشه. و آیا ما در ایران آماده ایم تا از این ابزارهای هوشمند برای تصمیم گیری های پیشگیرانه تر، دقیق تر و مبتنی بر داده برای آینده نظام سلامت خودمون بهره مند بشیم؟ این مطالعه نشون داد که ابزارهاشو داریم. سوالی که باقی میمونه اینه که آیا اراده استفاده از اونها رو هم داریم؟ با تشکر از توجه شما. خدا نگهدار.